آقا برفتیم. خب آغاز بیرانوند این تلویزیون تاجیکستان است. مبارک شود برای شما صعود به دور 4 نهایی. بسیار واخورین یا دشوار بود برای شما؟ منم سلام میکنم خدمت مردم عزیز تاجیکستان، بهشون تبریک میگم، برد بزرگشون، مرحلهشون به دور بعد و خیلی خوشحالم که مردم کشور تاجیکستان عزیز خوشحالن از این بچه‌هایی که فرستادن واسه این جام. امروز بازی خیلی سختی بود، دیدید تیم سوریه دست و بال بسته نبود، دست و پا بسته نبود، واقعا ما رو اذیت کرد، مخصوصا وقتی که ما بهترین بازیکنمون رو از دست دادیم، مهدی طارمی. و فقط خدا رو شکر میکنم که بچه‌ها خیلی دویدن و نشون دادن که واقعا چقدر با غیرتن. تبریک میگم بهشون و خب خیلی سخت بود، برد خیلی سختی بود. خدا رو شکر تونستیم از این مرحله هم عبور کنیم و میریم خودمون آماده میکنیم واسه بازی خیلی حساس با ژاپن. خب اینجا مخلصای تاجیکستانی هم برای شما مخلصی کردن. خیلی مخلصم، دستبوس تمام تاجیکستانی هستیم و ما هم یکی از تاجیکستان‌های عزیز رو تو تیم خودمون داریم، توی ایران، توی باشگاه بزرگ پرسپولیس، وحدت هنانوف. یکی از دوستای خیلی خوبمه و امیدوارم که تاجیکستانم بتونه دل مردمش رو شاد کنه و بازی برشم ببره. خب وحدت هنانوف با شما در یک دسته است، پرسپولیس. او رو تبریک گفتن یا چگونه بود؟ وحدت بازیکن خیلی بزرگیه، بازیکن خیلی خوبیه و مطمئنم بعد از این بازی‌ها که برگرده میتونه اون لیاقتی که داره رو بیشتر نشون بده، چون واقعا توانایی خیلی زیادی داره. تشکر. بیرانونده که از کریستیانو رونالدو توپ رو گرفته است، چرا نگیره در 11 متر؟ مرسی، تانک یو. باشه.